بله، میخوام دیگه دعوت بکنم از مهمونمون که تشریف بیارن پیش ما تا با هم دیگه گفتگو رو شروع بکنیم. مهمون ما یک بازیگر خانم جوان هستن که یک مادر درجه یک و یک رفیق درجه یک هم هستن. میخوام دعوت بکنم با افتخار از سرکار خانم حدیث میرامینی. بفرمایید. خیلی متشکرم. خانم میرامینی خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. سلام خدمت همگی. ببخشید که من پشتم به شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که مهمان شما هستم. ممنونم از دعوتتون. چه حال هوایی باحالی هم داره این تو. خیلی متشکرم. ما هم خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستین و قراره که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم در مورد رفیق و رفاقت و اینجور چیزا. چقدر مهمه؟ خیلی. رفیق اصلا یه واژه خیلی منحصر به فرد به نظر من آقای کیایی. با دوستی خیلی فرق میکنه. مثلا ایشون دوستمه، ایشون رفیقمه. چند تا رفیق دارین؟ دارم انگشت شمار. خیلی کم ولی دارم. یعنی الان در این مرحله از زندگی و در این سن و سال دیگه تقریبا هر آن کسی که اطرافم هست واقعا رفیقه. اول دوست بوده که تبدیل به رفیق شده. پس برای شما مرحله بندی داره. دوست بله، یک جایگاه دیگه داره، رفیق یه جایگاه دیگه داره. پس رفیق هم الان دارین؟ بله. آیا میشه از اعضای خانواده رفیق داشت؟ حتما. منتها اعضای خانواده میشه باهاشون جنس رفاقتی داشت به نظر من که یه ذره به مراقبت نیاز داره. رفاقتیه که اتفاقا به خاطر اون رفاقته تو درگیر یک مرام معرفتی میشی. مثلا رفاقت من با پدرم، من در این راه رفاقت درگیر یک مرام معرفتی هم که میدونم این یه جوری داره تو رفاقت از من مراقبت میکنه که اصلا من موظفم توی رفاقت همین مرامو خرج کنم. همون جوری که اون داره از من مراقبت میکنه که خشی اصلا به من نیفته، من مراقب قلب این آدم باشم، دل این آدم باشم. یک اعتمادی به وجود میاد که تو دیگه اصلا ثانیه‌ای شک نمی‌کنی به حرف و به اون جنس مراقبت و راهنمایی. این منظورم اینه که همون قدری که با رفیقای همسن سال خودتون رفیق هستین، همون اندازه راحت هستین، همون اندازه هم با بابا راحت هستین. همون اندازه که با رفیقام راحت هستم از جنس خودش ممکنه جهانش متفاوت باشه، اما رفاقتی که امنیتش، رفاقتی که امنترین ها باشه پدره. یعنی من ممکنه یک جایی در زندگیم بگم رفیقمه، ولی ته ذهنم یه اینقدی بذارم بگم حالا شاید این رفاقته یه جایی، ولی اون تو رابطه با پدر و خانواده اصلا اون شکه نیست. اون رفاقت میدونین کجاست؟ اونجایی که تو خوردی به دیوار ولی بازم میگه رفیق دارم. بله. آره. توی دوران کودکی اولین رفیقتون یادتونه؟ من یه دوستی داشتم، برادرم بزرگتر از منه، ادای من در میاره. 2 تا خواهر بودن، همسایه ما بودن، دوستهای من بودن. در اون سنین مثلا 5 سالگی 4 سالگی 2 تا خواهر دوقلو بودن به نام مهرنوش و مهسا. من میرفتم با اینا بازی کنم، گویا این مدلی صداشون میکردم که مهرنوش مهسا. این آواه هنوز کلیشه است، برادر من ادای من در میاره. و من کلا آدم دوست رفیق بازی هستم. دایره دوستام خیلی زیاد هستن. درسته. پس اونا اولین دوستاتون بودن؟ بله فکر میکنم. مفهوم رفاقت یا دوستی تو بچگی چه تفاوتی داره با الان که بزرگ شدید؟ دوستی یه شکل دیگه تعریف میشه. کم کم که بزرگ میشی متوجه میشه که نه، اینا مرحله بندی داره. خیلی راحت ترم میبخشیم تو دوستی تو کودکی، درسته؟ اون موقع میبخشیم، باعث میشه که تأثیرشو بذاره توی سختگیری های بزرگسالی به نظرم. پس دوستی ها تو دوره کودکی خیلی راحت تره. بعد خوش شانس باشین دیگه، تو کودکی دوست خوب گیر بیارین، دوست راحتی میشین، راحت دوست میشین. تو کودکی اگر دوستی
از جنس نارفیقی پیدا کنی سختگیر میشی به نظرم. من فکر می‌کنم مثلا تو کودکی نمیشه اینجوری بهش نگاه کرد. چرا؟ با جهان میشه؟ خودش میشه. میشه. با جهان خودش، با جهان بچگی خودش. اینکه تو 10 دقیقه دوستی داری بازی میکنی، بعد با عشق و نهایت عاطفه و اینا یه شکلاتی اصلا رد و بدل شده، بعد سر اینکه من دستم میخوره خیلی غیر تعمدی لیوان تو میفته میگه شکلات منو پس بده. تو اون زمان میدونی الان خنده داره، تو اون زمان انگار که تو احساس میکنی حالا این دسته باید بره اون تو، یه چیزی که از ته دل نبوده به تو داده شده که تو به اشتباه برداشت دادین بوده که مال توه، در صورتی که اون تفکره اون نبوده. یه چیزی در بچگی تو میشکنه که اون بچگی رو تبدیل به بزرگی میکنه دیگه متاسفانه. برنا چند سالشه الان؟ 4 سال 8 ماه. برنا پسر خانم میرم یه دست براش بزنیم. پسر قند عسلم هست. قند عسل. خیلی شیرین. بله ماشاءالله. بله. خب الان برنا دوست داره و اگر بخوای باش راجع به دوست صحبت کنی، میخوای دوست رو براش تعریف کنی، چه جوری باش صحبت میکنی؟ بچهای این دور زمینه ماشاءالله خیلی عجیبن، خیلی جهان خودشون رو دارن. من سعی میکنم فقط هدایتش کنم، چیزی رو براش تعریف نمیکنم. تمام چیزی که میدونم و فکر میکنم درسته شاید همراهشم خیلی وقتا سرچ کنیم با هم دیگه. یعنی مثلا به من میگه مامان فلان چیز چیه، میگم من اینقدرش اطلاع دارم، میخوای بیشتر راجبش بدونیم بیا بریم سرچ کنیم. و مثلا یه بازی و مأموریتی میشه بین ما. دوست داره برنا به شدت هم پسریه که خیلی روابط عمومی عجیب غریبی داره. سنم خیلی براش مطرح نیست، با مزه اینجاست. یعنی با شما میتونه دوست باشه، با من میتونه دوست باشه، با بچه همسن خودش هم میتونه دوست باشه. و خیلی هم دوست داره. و بچهای الان هم که هم حقشون رو بلدن بگیرن، هم بلدن جنس دوستیشون رو تعریف کنن. دوست خیالی داره؟ بله. همه بچه‌ها دارن دوست همه خیالی؟ دارن بله. آره. اگر که بیاد به شما بگه که مامان من دوستم یه چیزی به من گفته، خب گفته به مامانت نگو، ولی من میخوام الان اینو به تو بگم، چجوری اون لحظه باش برخورد میکنی؟ میگم خب میدونی که برنا اصلا همچین چیزی وجود نداره، آدم همه چیزشو به مامانش میگه، چون مامان اولین دوست آدمه. با هم دیگه مشورت میکنیم ببینیم چه اتفاقیه، بگو که منم بتونم مثل تو راجبش فکر کنم، منم مثل تو بتونم آگاهی داشته باشم، به اندازه تو بتونم در جریان باشم. پس رازداری چی میشه؟ راز تا یک سنی با مادر وجود نداره برای مراقبت از خودش، این اون جنس رفاقت هست. درست. و از یه سنی به بعد یادگیری رازداریه. چجوری این موضوع رو با هم دیگه، خب سر کار میری، همکاری، من میدونم که تایم کاری و زمان کاری ما نامحدود و عجیب و غریب بله. و به هم ریخته و روز و شب نداره و این یکم اذیت کننده است. چجوری رفاقتتو با برنا همچنان حفظ میکنی که اذیت نشه؟ من یه ذره مامان نظام قدیمم، بچه زیر بغل همه جا ببر. به خدا تئاتر شهر اینا در باز میکنم، مثلا تمرین میکنم برنا ماما من پلاتو 2 اینجوری داره بزرگ میشه برنا. یه ذره آره تو محیط و اینا کامل در ولی سر جریان. فیلم برداری که سخته بردنش دیگه. چرا؟ روزایی که یه دونه سکانس آفیش باشم اگر خودش تمایل داشته باشه، شبکاری نباشه، خارجی نباشه، عمو محسنی وجود داشته باشه، عمو مهدی، عمو علی، خاله لاله، اینا که باهاشون دوستی داره میاد و سرگرمه. آره منم روزو سر فیلم برداری اینا آره. میبرم و اصلا دیگه نمیدونم کجا. بله با همین دیگه. خاله عموها داره بازی بله میکنه. بچهای ما اینجوری بزرگ گرفتار میشن. اونا میشن. خود شما از این رفیقایی هستی که ساعت 2 نصف شب دوستت زنگ بزنه بگه که پاشو بیا و نپرسی که اصلا چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ تا قبل از برنا 100% اینجوری بودم. الان یه ذره شرایطم سخت‌تر شده، دوستام این کارو نمیکنن. یعنی مثلا یه وقتی از عادت داری که میزنی زیر بغل ساعت 3 نصف شب میبری. دیگه خواب گناه داره میدونی، ولی چیز میگم اونا بیان. یعنی شده که الان دیگه من نمیرم ولی زنگ میزنن ساعت 3 مثلا الو، میگم فقط بیا، هیچ سوالی نکن، بیا من خونم. آره چه خوبه آدم یه رفیق و دوست این شکلی داشته باشه دیگه. نه مرسی. که هر موقعی، هر زمانی، هر لحظه. منم خیلی دوستای خوبی دارم که اونا برای من همین کارو میکنن. آره رفیقم. عجیب ترین و خنده‌دارترین رفتاری که دوستتون باهاتون انجام داده چی بوده؟ یه بار الان یه رفیقی میاد اینجا میشینه، تمام رفتاراش عجیبه با من، رفیقم هم هست. آره یه خاطره تعریف کنم. بله خودم از بله رفیقم. بله بله. من 2 تا رفیق خیلی خیلی عجیب و غریب دارم
که توی ایرانشهر اجرای تئاتر داشتم و داشتم تئاتر اجرا میکردم. بعد از اجرا اومدم، تولدم بود، شب تولدم بود. اومدم بیرون و رفتم که سوار ماشینم شم که برم تو پارکینگ جلوی چیز هست ایرانشهر. رفتم دیدم ماشینم نیست. اوه. گشتم این ور اون ور، ماشین نیست، دزدیدن. زنگ زدم 110 که بیان برای اینکه ماشین من دزدیده شد. حالا شب تولد انقدرم حالم گرفته تکیه دادم به دیوار، اونجا منتظر 110 بودم. بعد یه دفعه دیدم که دوستای عزیزتر از جانم با بله، کیک و اینا از پشت شمشادا پریدن بیرون، با کمک خانومم ماشین رو دزدیده بودن، بردن گشتن کوچه بالایی که منو مثلا اینجوری بتونن شگفتانه بکنن، همون سورپرایز کنن. بله بله. هیچ وقت فراموش نمیکنم. از این دوستا اگر دارید قدرشون رو بدونید، چون باحالن و اتفاقای بله. باحالی برادم رقم میزنن. یه ذره ترسناک کارایی که میکنن، ولی خب اینم به هر حال- قشنگه. آره قشنگه.